والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله آن ذات است انزل و نازل کردگی است و نازل میکنه علیک بالای تو کتاب قرآن را منه آیات محکمات. این کتاب دو نوع آیات داره، بعضش آیات محکمات است، معنایش معلوم است، واضح و روشن است، هن ام الکتاب کی اصل کتاب است، و اخر متشابهات و دیگه آیاتی از متشابه است، معنای حقیقیش فهمیده نمیشه. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، هر کسایی که در قلبهایشان کجی است، گمراهی ضلالت است، فیتبعون تابعداری میکنن ما تشابه، اما آیاتی که مشابه است منه از قرآن، مشابه که معنایش معلوم نیست، پشت آیات متشابهات میره. چرا ایتو میکنن؟ ابتغاء الفتنه، به خاطر طلب کردن فتنه گمراهی، و ابتغاء تأویلی، طلب کردن معنای حقیقیش. و ما یعلم تأویله الا الله، نمیفهمد معنای حقیقی از او را غیر از الله هیچ کسی. و الراسخون فی العلم، کسایی که محکم هستند در علم، یقولون آمنا به، میگویند که ما ایمان آوردیم به می آیات، کل من عند ربنا، کلش از جانب رب ماست. و ما یذکر الا اولو الالباب، پند و نصیحت نمیگیره مگر صاحبای عقل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. و یا دعا میکنند ای رب، ای خالق معبود، لا تزغ، کج نکو، یا الله تو طلب میکنیم ما را نجات بده از زیغ کجی، قلوبنا، دلهای ما را، بعد اذ هدیتنا، بعد از که هدایت کردی ما را، و هب لنا من لدنک رحمه، ببخش برای ما خاص از طرف خود رحمتا، رحمت، انک انت الوهاب، بدون شک تو یا الله الوهاب، بسیار بخشاینده هستی، بسیار میبخشی، بخششی میتی عطیه، ببخش من. ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد، ای رب بدون شک تو جمع میکنی مخلوقات در روزی که نیست شک در آن. ان الله لا یخلف المیعاد، بدون شک الله خلاف نمیکنه به وعده خود. خب در این آیت الله ای را بیان میکنه که نصرانی‌ها چرا گمراه شدند. میگه آیات دو نوع است در قرآن داد، یکی معنای مرادش معلوم بود، واضح است، که اونجا احکام عقیده را بیان کرد، یکی غیر معلوم است. اینا آیات های روشن هم میمانند، یک آیتی که متشابه است، معلوم نیست، یک معنای غلط هم میشه از او اراده کنی، پشت از او میرن، اینجاست که گمراه میشن. الله میگه آیات متشابه را بانین، این معنایش غیر از الله کسی نمیفهمه. الله این چرا نازل کرده که نمیفهمیم؟ به خاطر که امتحان میکنه ما را، از تکبر ما را دور میکنه که شما هر قدر علمتان بالا بره بعضی گپا را نمیفهمید. این امتحان است. آیات هایی که واضح هست تا بیداری از اونا را کنیم. مرض نصارایی بود که یکم جایا آیات های روح منه آمده بود، روح هست منه از جانب الله، یا میگفتن من به معنای تبعیض جزئیات است، از این فهمیده میشه که عیسی جزء الله است، یعنی فرزندش، از کلمه منه استفاده میکنه. الله میگه آیات واضح، چرا قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، نه اولاد داره نه پدر داره، ولم یکن له کفوا احد، چرا از این استفاده نمیکنین؟ چرا به ایمان نمیارین؟ کلمه منه چندین معنا احتمال داره، دو تا آیات ها میرین. همین مرضی ها کس آیات های متشابه را میگیره. بسیار کسا از این مثال ها داره که چند ساعت دربر میگیره کل مثال هاش بگویم براتون. هو الذی خاص الله آن ذات است انزل علیک که نازل کرده به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم الکتاب، قرآن عظیمه، قرآن عظیمه یعنی تو پیامبر بر حق هستی. فیه آیات بینات، فیه در این قرآن آیات های قرآن است، احکام های است. چه قسم آیات است؟ محکمات یعنی بینات، واضحات الدلالت، دلالتش به معنایش واضح است، روشن است، معنای مرادش لا التباس فیها، نه گدودی است ولا غموز، نه پیچیدگی، مثل آیات حلال و حرام. اصل کتاب، هن ام الکتاب، این اصل کتاب است، اساس کتاب است، بنیاد قرآن است. ایرا میگه که مرجع چیزی که جمع میشه، یعنی دیگه که آیات ها به این رجوع داده میشه،
مرجع دیگه احکام است. عقیده، حلال، حرام بسیار واضح روشن است. و اخر متشابهات، اخر دیگه آیت هایی است در قرآن. فی آیات اخر دیگه آیت هایی است متشابهات که متشابه است. تشابه در لغت به معنی مماثلت دو چیز در کیفیت مقدار میگه. در اینجا متشابه چی را میگه؟ که در دلالت به معنایش متشابه است، یعنی واضح نیست، روشن نیست، چند معنا را میتونه افاده کنه. پس کسی که رد کنه آیات متشابه را الی الواضح به سوی آیات محکمات که واضح است معنایش، فقط اهتدایی به هدایت میشه. اگر نه که برعکس کرد که آیات محکمات به متشابهات بازگشت داد، باز گمراه میشه. فقط ضل، هی گمراه میشه. در متشابهات بسیار معانی است. بعضی میگه که مجملات مثل الف لام میم نه نمیفهمی، یا آیات هایی که متشابه است. الرحمن علی العرش استوا کیفیتش چه قسم نه؟ استوا خب معلومه با کدام کیفیت. یا تبارک الذی بیده الملک بل یداه و السماوات مطویات بیمینه، دست راست الله، هر دو دستان الله. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از رگش هم که نزدیک هستیم. این چیزا که هست آیت های چیز متشابه، معنای مرادش واضحه. یا الف لام میم، قاف نون تاسین حامیم، چه معنا؟ الله میفهمه. آیات متشابه همی واضح نیست معنای مرادش. بسیار معنی کردن ولی متشابه همی که واضح نیست. و محکمات چی واضح است و روشن است، کلگی میفهمه، هیچ غموز پیچیدگی در وجود نداره. اینال کسی که عقیده صحیح است آیات متشابه را با محکمات راجع میکنه، پس میفهمه. و کسی که مرضی است چی میکنه؟ در قلبش کجیست، آیات محکمات به مشابهات میبره، نه گمراه میشه. الله چی میفرماید؟ فاما الذین فی قلوبهم زیغ، هرچه کسایی که در قلبش زیغ میلان از هدایت باشه با سوی ضلالت و گمراهی، زیغ فیتبعون ما تشابه منه، تابعداری میکند اینها ما تشابه، ما امو آیات تشابه که مشابه است، مجمل است، واضح نیست، این را تابعداری میکنه. و یفسره علی حسب هوا، مطابق خواهشات خود تفسیرش میکنه. مثلا روح منه میپسند، روح است از جانب الله، یا میفتن من جزء الله است، جزء وجود الله است، عیسی علیه السلام. و بسیار میاده دیگه، ما جای زیاد باز براتون نشان میدم. چرا این کار میکنن؟ ابتغاء الفتنه، به خاطر طلب کردن فتنه ما، یعنی مردم در فتنه در گمراهی انداختن، میخوان مردم در گمراهی پرتن در دینشان. مثل که نصارا این کار کردن درباره عیسی علیه السلام. مثلا و کلمته القاها الی مریم و روح منه، الله میگه عیسی کلمه الله است. اصل کلمه چی؟ با کلمه کن پیدا شده. القاها که الله انداخی کلمه را الی مریم و مریم و روح منه، روح از جانب الله. یا چی گفتن؟ از کلمته الی مریم و روح منه فهمیده میشه که ابن الله است، فرزند الله یا جزء الله است. و دعوا کردن الوهیتش که اله است. محکمه که لم یلد و لم یولد او را ماندن. ای که ان الحکم الا لله او را ماندن. الله تعبدوا الا الله او را ماندن. و عبدوا ربکم ای را ماندن. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت ای را ماندن. این چیزا را ماندن، در دیگه چیزا رفتن و گفتن این خدا است. یا الله گفت ان هو الا عبد انعمنا علیه، این نیستی مگر بنده است که ما نعمت کردیم به بالایش. یا چی کردن؟ گفتن نه این اله است، آیات واضح را ماندن. و ما ابتغاء تأویله، دیگه یکی ابتغاء فتنه که مردم در گمراهی میپرتن، دیگه به خاطر چی؟ تأویلش. تأویل ای که میخوان تأویل به معنای حقیقت، معنای حقیقی، به خاطر طلب کردن معنای حقیقیش تابعداری متشابهات کردن، در حالی که الله میگه و ما یعلم تأویله، نمیفهمد معنای حقیقی امی آیات متشابه را الا الله، مگر صرف الله، غیر از الله دیگه کسی نمیفهم.
مثلا الف لام میم هیچ کس نمیفهمه غیر از الله. چی معنی؟ یک اشارات است که اینطور احتمال داره ای باشه. بغیر از الله کسی نمیفهمه. یا ای که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما اشاره گفتم کده و این وقت در بالای عرش است. کی میفهمه؟ اینا نمیفهمه. دیگه اینمی قیامت، تفصیلاتش، حالاتش، خبر، اینا غیر از الله کسی نمیفهمه. خب الراسخون فی العلم، بعضی ها میگه که در اینجا دو قسم توقف کردن. و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون، میگه راسخون هم میفهمن. این صحیح نیست. غیر از الله معنای متشابه را کسی نمیفهمه. راسخون فی العلم، راسخ با معنای ثابت، متمکن، که خوب در علم محکم است، پخته است، خوب وحی را میفهمه. اینا که از چی میکنن؟ یؤمنون یقولون آمنا به، میگن که ما ایمان آوردیم با آیاتهای متشابه و ای که از جانب الله است، کل من عند ربنا، کلش چی؟ آیات متشابه محکم حق است، راست است، از جانب الله است. علمای برحق میگن که ما معنای حقیقی از را نمیفهمیم ولی برش ایمان داریم. دیگرها که هست میگن معنایش اینطور است، از پیش خود دیگه ازش کم خود تفسیرش میکنن. و ما یذکر الا اولو الالباب، پند و نصیحت نمیگیره مگر کسایی که صاحبای عقل روشن هستند، عقل مستنیر دارن، روشن فکر هستند، اینا میفهمن. مرضی ها که از پشت آیاتهای متشابه میره. ربنا لا تزغ قلوبنا، ای رب کج نکو دلهای ما را از حق و گمراه نکو ما را. از این فهمیده میشه که امی قلوب بنده در حدیث آمیه بین اصبع الرحمن، در بین دو انگشتان بلاکیف. حتی الله برای خود انگشت ثابت کرده، انگشت، دست انگشت، دست انگشت. ولی این تو نه که تو بگه مثل ما، کیف ما یلیق فی شانی، مثل ما نیست. زیرا لیس کمثله شیء ولم یکن له کفوا احد، هیچ کس هم مانندش نیست، هیچ کس مثلش نیست. الله حیات داره، ما هم داریم. حیات ما مثل حیات الله است؟ نه. الله قدرت داره، ما هم داریم. قدرت ما مثل قدرت الله نیست. علم ما داریم یا نه؟ داریم، بله. الله هم داره. ولی علم ما که تزو مشابه است؟ نه. اینه میقسمه. کلام ما هم گپ میزنیم، الله هم. کلم الله، نه. خب گپ ما مثل گپ الله است؟ نه. ما هم اراده داریم، الله هم. انما امر اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. الله چیزی را اراده کنه، حکم کنه، میشه. ما اراده میکنیم، نمیشه. اینا مردم که بگویی که الله صفات داره، میگه حی، سمیع، بصیر، ای تو میگن. خب علم، خب الله علم داره، ما نداریم. اینا لگه بگویی که الله ما دست داریم، الله هم داره، میگه نگویی گپا، نداره. چرا نداره؟ الله میگه ما دارم دست. بیده الملک بیده الخیر بل یداه، نه؟ قرآن پر است آیتا. یا میگن نه دست اگه گفتی باید اینی دست میشه. چرا این دست شوه؟ علم هم که گفتیم باید اینی علم شوه، نه علم ما شوه. حیات هم گفتیم باید اینی حیات شوه. قدرت هم که گفتیم اینی قدرت شوه. قدرت الله را با قدرت خود مشابهت نمیتی، نه؟ علمش نمیتی، کلامش نمیتی، ارادهش نمیتی. یدش چرا مشابه میکنی؟ الله ید داره، دست داره، اردو دست داره. در حدیث می اردوش راست است، دست چپ نیست. قدم داره الله، انگشتان داره، نفس داره، چشم، سمع، سمیع، بصیر، اعین، بیاعیننا عین. این را برای خود ثابت کرده. یه تو یک ذات را اینا چی میکنن؟ کل صفات از او یک ذات معدوم، گویا که نیست. اینا داره، اونا داره، اونا داره، اونا داره، بخاطر که مشابه نشه. خب قسمی که تو علم الله را با خود مشابه نمیکنی، دست هم نکن. یا چی میگن؟ میگه که ما بگیم الله یاد داره، بازی تو میکنه. اینه این خود دست میگه، این خود استخوان است، گوشت است، پوست است، پیا. الله خازی پاک است که پاک است، بیخی از دست هم پاک است. تو چرا ظالم شدی؟ از این پاک است، خلاص که مثلی، ولی از یاد نه، یاد داره. با چی میگن؟ بید الملک، ای به قدرتی، به قدرتش. الله میفهمه، از پیش خود ازش کم پف نکو. به قدرتی میگه، به ملکی، حتی از عرشش منکر شدن. عرش الله را میگن با معنای پاچایی. ثم استوى علی العرش، مستوی شد با پاچایی خود میگه. توبه. اینمی فکرهای گمراهی این در قرن 2 پیدا شد. خب چند سال پیش، 12 سال پیش پیدا شد.
باز تابال دیگه مردم روان است بمی. ربنا ای رب لا تزغ قلوبنا، کج نساز دلهای ما را. الله که از کج راست الله میکند. خب دعا کنی. قلوب بنده ها در بین دو کلک رحمان، امی تو دورش بتا دور است. ایمان بلا تشبیه دورش داد چی میشه؟ کفر. کافر دورش داد ایمان. تقوا دورش داد فسق. خب تا وقتی الله دور نمیته تا خودت گمراه نشی. هدایت شدی دور نمیته. قرآن میگه در سورت چی؟ صف فلما زاغوا ازاغ الله. فلما زاغوا، هر وقت که کج شدن اینا گمراه شدن، ازاغ الله، الله قلبشان دور داد قلوبهم. والله لا یهدی القوم الفاسقین. تا که گناه نکنی، تا که خودت کج نشی، الله کجت نمیکن. خودت راست باشی، راستی را خواسته بری، الله دیگه محکمت میکنه. کج شدی باز کجت کده میره. رای کجا برات نشان میده، آسان میکنه. رای دلالت دال شدی، رای دلالت هم به طرف کفر رفتی، رای تا آسان کده میره. خطرناک است. یم نعمت الله است. الحمدلله که برای حق بری گمراهیت نمیکنه. ای رب کج نساز دلهای ما را بعد از هدایتنا، بعد از که هدایت کردی. این خود الله با ما یاد میده که اینی دعا را کنین. دعا کنین که ما را بعد از هدایت گمراه نکنی. و هب لنا من لدنک رحمه، ببخش از برای ما از طرف خود رحمت را، از فضل و کرمت. رحمتی که و رحمت چی؟ ثبات در دینت، که ثابت قدم باشیم تا مرگ. الله این میره نصیب ما و شما کنه. بسیار در این وقت ایمان بردن سخت است. خب در این وقت تو مشکلات هست که آخر ما چی میشه. بسیار کسا را دیدیم که اولش خوب بود، بینش هم خوب بود، آخرش خراب شد. یا اول خراب بود در بین خوب شد، آخر خراب شد. بعضی اولش هم خراب بود، بینش هم آخرش خوب میشه. این آخر مهم است. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید انما الاعمال بالخواتیم. خاتمه مهم است، گذشته مهم نیست. فی الحال تا مرگ مهم است. و هب لنا من لدنک رحمه، ببخش از برای ما از طرف خود رحمت، ثبات در دین. انک انت الوهاب، بدون شک تو بخشاینده هستی. یا رب به بندهایت اعطا و احسان میکنی، میبخشی. به ما چی را ببخش؟ ایمان را ببخش، ثبات در ایمان را ببخش. اینجا هدفی است. از ضلالت، از فتنه های هر زمان نجات بدی. این آخر زمان خوب بسیار فتنه، هر زمان فتنه خود داره نجات بدی. وهاب چی بود؟ یکی از نام های الله است. حبلی بخشش. هبه با عربی، من این موبایل برات دادم بخشش، بلای وضع میرم بخشیده میرم میگه هبه. الله بخشش میکنه. هر چیز الله بلای وضع به ما شما میته، وضع نمیخواد. نعمت میته، وجود، چشم، گوش، کی خواستیم ما؟ بلای وضع داده. ما چی میتیم به الله؟ چیز. وهاب است. وهاب نام الله است. اینا کسایی که به قرآن حدیث عمل میکنن در این زمانه و علما هم قبول دارن، مذاهب هم قبول دارن، گپایش که موافق قرآن سنت باشه، مردم اونا را چی میگن؟ وهابی. وهابی معناش الله پرست، مثل که الهی میگیم، نه رحمانی میگیم. رحمانی صاحب یعنی منصوب به سوی رحمان. وهابی منصوب به سوی وهاب الله. الهی منصوب به سوی الله. رحیمی صاحب منصوب به سوی رحیم. رؤوفی صاحب منصوب به سوی رؤوف، یکی از صفات الله است. نه اکبری صاحب نه منصوب به سوی اکبر، الله اکبر، به سوی الله. اینا اکبری را بد نمیگن، نه رحمانی را بد نمیگن، الهی را بد نمیگن. قیومی صاحب قیومی را بد نمیگن، منصوب به سوی قیوم. رحیمی صاحب رؤوفی صاحب بد نمیگن. وهابی که شد اگه عین چیز است. وهابی بسیار بد است میگن. وهابی که شد دیگه بسیار بد میبره، اگه عین چیز. خب وهابی چی؟ ای را باز بد میبرن. خوب است که این نام بد سر ما نمانده. یک محصل بیچاره میجه طب میخواد، یک روز آمد گریان کرده، تو گریان کرد. چرا گریان داری؟ گفت استاد مرا وهابی گفتن. والا خیر است، وهابی چی معنا؟ من چم گفت چی معنا؟ گفتم وهابی یعنی الله پرست، مثل رحمانی، مثل اکبری، مثل رؤوفی، قیومی. گفت خب
گفت ولی من گفت تو وهابیستی. اشکایش میرم. چرا گفت تو میری در این مسجد نماز میخوانی وهابیستی. تو میری در سیزیانش بازی رو فهماندمش که اینطور نیست. اما آلیا چی میگن؟ ما ای وهابی رو نمیگیم که الله اون وهابی که در سعودی بوده. خب او کی است؟ عبدالوهاب صاحب میگن. عبدالوهاب یک آدم است که مذهبی بود. اصلا کسی که عالم بوده و محمد نام داشت. محمد. کاش که محمدی بگوین نمیگن. میفهمن اگه محمدی بگویم خب باز گدولی میشه. خب اگه محمدی هم بگوین هم گپا از او کده وهابی خوب است. منسوب به سوی الله. عبدالوهاب نام پدر می عالم بوده و این در سال 1206 وفات کرده هجری قمری. یعنی در قرن 12 زندگی میکرد. در آخر قرن 12. حال قرن 14 230 چند سال پیش زندگی میکرد. 230 سال میشه. 232 سال از وفاتش میشه. یک عالم خوب بود، تابع قرآن سنت بود. حتی هم کتاباش هم ببینی اندگاه مذهبی بود، حنبلی بود. حنبلی مذهب بود. مذهب هم بیرون نبود. حال ما را میگن شما در مذهب عزیزتین. اون مذهب نو نداشت. بیچاره عالم بود. یقین کنین که اگر ما و شما قرآن حدیث ما میگیم که حتی ما میگیم ما در یک مذهب مشخص که هر گپ خوب بد بگوی نیستیم. مشخص. وهابی را خوبان که ما حتی حنبلی خدا نمیگیم. شافعی خدا نمیگیم. تنها شافعی. تنها مالکی. تنها حنفی. تنها سفیان ثوری. تنها لیثی. بسیار علما تیر شده. ما میگیم کل علما را قبول داریم. ما میگیم هم شافعی هم حنفی هم مالکی هم حنبلی. چطور میگه شده میتونی در یک وقت خودت 4 مذهب باشه؟ ما میگیم میتونیم. او چی است؟ به قرآن حدیث عمل میکنیم خلاص. هر چیزی که هر عالم که قرآن حدیث به ما بیان کرد به چشم میپذیریم. خدمات از را نادیده نمیگیم. بسیار خدمت کردن به ما. علما احترامشان داریم، برشان دعا میکنیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. برادرای با ایمان ما را ببخش. علما را درجه شان بالا کن. چرا نمیکنیم؟ وهابی که بگوین او مذهب نو داشته باشه ما خو ندیدیم. والا علم ما پیدا نکردم. ما همون کسی را که مردم وهابی میگن کلش میگه ما تابعدار قرآن سنت است. در عربستان هم دیدم گفتم کدام گروه وهابی است اینجا؟ گفت نه. رفتم در مرکزش گفتم شما مقلد امام محمد هستین؟ محمد ابن عبدالوهاب؟ گفت نه توبه استغفر الله. نه در عربستان پیدا کردیم وهابی را، نه در ترکستان، نه در افغانستان. هیچ وجود نداره. که وجود نداره خیلی چطور ما در یک جایی باشیم که هیچ وجود نداره. این ظالما که از خو توبت میکنن با وهابی را اگر یهود میگن تکفیر میکنن. این تکفیری ها خودشان است. یکم تا میگه یا وهابی چی معنی؟ گمش کنه از یهود نصارا بدتر هستن. خب همین تکفیر نیست چی؟ از یهود نصارا بدتر. باز ما را میگن که تکفیری نه؟ تکفیری خوش ما هستین. از یهود نصارا بدتر. تو استغفر الله. ولی کسی که تکفیر میکنه حدیث است من اکفر رجلا مسلما، کسی یک مرد مسلمان تکفیر کرد اگر بود و این کانه فبها، اگر نه و الا فهو الکافر، خودش کافر میشه. هر کسی که وهابی از یهود نصارا است یا بدتر است یا از دین بیرون است تکفیر کرده خودش کافر است. این گپ ما را باید بشنوید. در هر جای کس ما میگیم خدا کافر نکو، ایمان تا دست نتی، بیا مشکل داری، شک داری، شبهه داری، بیا کت ما گپ ده. اگر بودیم ما وهابی بیا ثابت کن. ما تابع قرآن هستیم، سنت. هر عالم که عالم باشد به قرآن سنت نظرش موافق قرآن سنت باشه قبول داره. خلاص. ربنا ای رب انک جامع الناس، بدون شک تو جمع میکنی مردم را لیوم از برای روزی که لا ریب فیه نیست شک در آمدن از او. ان الله لا یخلف المیعاد، بدون شک الله خلاف نمیکنه به وعده خود. در اینجا یک دعای دیگر را به ما و شما یاد میته که بگوین، یاد میته قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا، بگوین که رب قلبهای ما را کج نساز. دعا کنین و اینی دعا را بکنین که ربنا ای رب انک جامع الناس، بدون شک تو مردم جمع میکنی
لیوم یعنی فی یوم، در روزی که لا ریب فیه نیست شک در آمدن از روز حساب. این الله بدون شک الله لا یخلف المیعاد، خلاف نمیکنه با وعده خود، یعنی وعده حق است رب خلاف نمیکنی. پس اینجا چی هست؟ اینجا یک سوال پیدا میشه، خود دعا نیست که ما گفتیم یا الله مردم در روزی که شک نیست جمع میکنی خلاف نمیکنی، این خود خبر دادن است با این واقعیت است. این ربنا چه معنا؟ جواب این سوال جوابش است که در ربنا است که در اون روزی که مردم جمع میکنی ما را از رسوایی او روز و شدت او روز نجات بده. و در اون روز تو وعده کردی که ما کسایی که در دنیا تابعداری از حکم ما دستور ما کتاب ما بکنن اونا را در جنت ها میبرم. یا الله ما را در امو نعمت هایی که وعده دادی در اون نعمت ها برسان. اصل هدفش است. خب فایده های از این آیات ها چند فایده داره. یک فایدهش است که امام مسلم از عایشه روایت میکنه رضی الله عنها، حدیث است که ان رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و تلاوت کرد، بیان کرد این آیات هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. ثم قال بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و گفت اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابه منه، وقتی که دیدین شما او علمای را یا او مردمای را که تابعداری میکنه آیاتی را که متشابه است یعنی واضح نیست معنایش، او را تابعداری میکنه فاولئک الذین سماهم الله، اینا کسایی است که الله اینا را نامگذاری کرده که چیز فاما الذین فی قلوبهم زیغ، یعنی اینا کجرواستن ضال هستند فاحذروهم، از اونا بترسین، یعنی از اونا دور شوین، در جماعت از اونا نرین که از آیات های متشابه استدلال میکنن، پشت آیات متشابه میرن. این تو آدم ها رو نرین. این تو آدم ها بسیار زیاد است. همین کسایی که عقیده بدعی دارن عقاید خراب دارن این مردم ها زیادتر این آیات ها را تابعداری میکنن. دوم فایده است که امام قرطبی میگه که احسن ما قیل فی المتشابه والمحکم، بهترین چیزی که تفسیر شده در معنای متشابه و محکم منه آیات محکمات و اخر متشابهات، بهترین تفسیر است که ان المحکم ما عرف تاویله، محکم است که شناخته شود تفسیرش و فهم معنا و تفسیره، معنایش و تفسیرش فهمیده شود. اینی را میگه تاویلش معنای حقیقیش فهمیده شود شناخته شود، این را محکم میگه. متشابه است که ما استأثر الله تعالی بعلمه دون خلقی، الله این را بر خود انتخاب کرده غیر از مخلوقش، مخلوق نمیفهم. ولم یکن لأحد الى علمه سبیل، هیچ کسی به علم ازی راهی نداره که علم ازی را پیدا کن. مثلا الف لام میم آیات های بسیار مجمل دیگه یا حقیقت معانی کیفیت معنی بیده الملک و استوا علی العرش و حقیقی معنی حقیقیش کیفیش، این الله غیر از الله کسی نمیفهمه. قال بعضم با بعض علما میگه و ذلك مثل وقت قیام الساعه، قیامت وقت قیامت کی است، این هیچ کس نمیفهمه حتی خاتم النبیین. خروج یاجوج و ماجوج کی است نمیفهمه، خروج دجال عیسی حروف مقطعه در اوایل سور غیر از الله کسی نمیفهمه. یک فایده دیگه است که آیات قرآن دو قسم بود، یک محکمات بود دوم متشابهات بود، مثل که آیات ها بیان شد. اینجا سوال است که چگونه توفیق در بین این دو آیه امکان داره. بعضی ها میگن که الله در قرآن میگه که کل آیات قرآن متشابه گفته، در بعضی جایا کل قرآن محکم گفته، محکمات گفته. اینجا چطور میگن بعضش متشابه بعضش محکم؟ مثلا در سورت هود الله میفرماید که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن یک کتاب است احکمت آیات، کل آیاتش محکم است، محکم است کلش. و در سورت زمر می فرماید که کلش متشابه است، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه، الله نازل کرده بهترین کلام را حدیث کلام کتابا متشابه، کتابی که متشابه است. این در سورت زمر الله میگه کل آیات متشابه است و در سورت هود میگه کلش محکم است. اینجا میگه بعضش متشابه و بعضش محکم. چی معنا؟ جوابش است که تعارض در بین آیات نیست، زیرا هر آیت در هر جای معنای خاص خود داره.
هر جایی که محکمات آمد اون معنا رو نمیده. یکی احکمت آمد و معنا رو نمیده. مثلا قرآن میگه که در سوره هود کتاب احکمت آیاتو، آیاتش محکم است. چه معنا؟ یعنی لیس به عیب، عیب دی نیست، کلام حق است، الفاظش فصیح است، معنیش روشن است، دیگه منسوخ نمیشه. این قرآن کتابی است که منسوخ نمیشه، یعنی بعد از این دیگه کتاب نمیاد، محکم است. محکم به اینی معنا کلام حق است. متشابه چی معنی؟ بعضش با بعض دیگهش متشابهت داره. در چی؟ در زیبایی، در تصدیق بعضش با بعض دیگهش، در این که احکام قوانین بیان میکنه، در این که از جانب الله هست. در این چیز متشابه که است، این که مضامینش با یک دیگر در زیبایی مشابهت داره، در فصاحت، در بلاغت، و در این که کلش از جانب الله است، در این مشابه است. احکام بسیار منظم بیان میکنه. اینجا در این معنا. ولی اینجا که میگه محکمات متشابه، و اینجا محکماتی که معناش واضح است، هر عالم میتونه او را درک کند. متشابه که واضح نیست، مجمل است، غیر از الله کسی نمیفهمه. اینجا دیگه معنا داره. یعنی تو نیست که یک واژه در هر جای هم معنای خود داشته باشه. قرآن واژه‌اش در هر جای فرق میکنه. مثلا همین کی که گفتن نه ولا ضالین، چه معنا؟ غیر المغضوب علیهم ولا ضالین، ما را نجات بده از راه گمراهان. اینجا گمراه. ولی در سوره یوسف در صفت یعقوب فرزندانش گفت که انک فی ضلالک القدیم، تا در گمراهی قدیمی هستی. اینجا ضلالت به معنای گمراهی نیست، اینجا دیگه معناست. اینجا ضلالت به معنای چی است؟ به معنای خطایی و اشتباه یا محبت سابقه. بونمو خطایی سابقه که تو دوست داشتی یوسف علیه السلام. اینجا به این معنا است. بسیار جایا وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفی خلق جدید. یک آیت دیگه در سوره بنی اسرائیل. وقالوا گفتن وقتی که ما ضللنا في الارض، ضللنا یعنی گمراه شویم، گم شویم در زمین. اینجا گم یعنی ریزه خاک میشیم، گم میشیم، وجود ما از بین میره، خاک میشه. انا لفی خلق جدید، آیا ما مخلوق جدید میشه؟ اینجا ضلالت به دیگه معنا. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. در دیگه جای میاد فاسق در حدیث قرآن. اینجا فاسق فرق میکنه، یکی فسق به معنای کفر، یکی فسق به معنای گناه. منافق عملی، آیت المنافق ثلاثه، منافق عملی. این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینجا نفاق به معنای منافق اعتقادی است، یعنی هم یک لفظ در یک جای یک معنا داره، در دیگه جای دیگه معنا داره، پس تعارض وجود نداره. چهارمین فایدهش است که امام بخاری روایت میکنه که از سعید بن جبیر ان رجلا قال ابن عباس، یک مرد از برای عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن است، حبر الامت، عالم ترین امت است، بچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و که رسول الله صلی الله علیه و برای دعا کرده. رئیس المفسرین میگن عبدالله ابن عباس، بسیار فهمیده بود، الله برش علم داده بود. دعای رسول الله صلی الله علیه و که دعا کرد اللهم فقهه فی العلم و علمه التأویل، فهم دقیق بده برش، یا الله تفسیر برش یاد بده. الله برش دعا کرده بود. یا کسی برش گفت که تو خو بسیار در قرآن میفهمی، ما بعضی آیات در قرآن دیدیم که در ذهن میاد که متعارض است. چطور گفت انی لا اجد فی القرآن اشیاء تختلف علیه، ما در قرآن میبینیم چیزایی را که با بالای ما گردواد میشه. کدام است؟ قال عبدالله گفت که ما هو. ابن عباس برش گفت کدام است؟ قال قوله تعالی فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. یک آیت است که نسب و ارتباط نسب در بینشان نمی باشد و از یک دیگر سوال نمی کنند. و در دیگر جای میگه که و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، روبرو میشه بعضی از اینا با بعض دیگر سوال میکنند. در یک آیت میگه که همین انسان ها در روز قیامت از یک دیگر سوال میکنند، در دیگر آیت میگه سوال نمیکنند. این چطور شد؟ و قال تعالی لا یکتمون الله حدیثا، الله پنهان نمیکنه هیچ سخنی را. لا یکتمون الله حدیثا، ولی پنهان کرده نمیتونه انسان ها از الله هیچ سخن را. و در دیگه جا میگه والله ربنا ما كنا مشرکین. در یک جا میگه که انسان ها از الله هیچ چیز پنهان کرده نمیتونه. در دیگه جا میگه که در روز قیامت پنهان میکنن شرک خدا نه.
قسم میخورن که ما کننا مشرکین، ما مشرک نبودیم، انکار میکنن. فقط کتموها فی هذا، در اینجا پنهان کردن. و در سورة نازعات گفت الله میگه خلق السماء قبل خلق الارض، اول آسمان پیدا شده با زمین. قسمی که می فرماید که ان فاخذه الله نکال الاخرة والاولى ان فی ذلك لعبرة لمن یخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. شما پیدایشتان سخت است یا آسمان ها را ما پیدا کردیم. رفع سمكها فسواها واغطش لیلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك ضحاها. بعد از این می فرماید که والارض بعد ذلك، یعنی زمین را بعد از آسمان هموار کرده. یعنی از این فهمیده میشه که اول آسمان است بعد زمین. وقد فصلت ذکر خلق الارض قبل خلق السماء. یعنی اینجا در این آیت الله گفت اول آسمان با زمین. در سورة بقره که ببینی اول آسمان است، اول زمین است باز آسمان. در آیت 29 مثلا هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، اول زمین. الله کل زمین پیدا کرد ثم استوى الى السماء، باز بلند شد به طرف آسمان یا قصد کرد فسواهن سبع سماوات، باز 7 آسمان جور کرد. و در سورة فصلت هم میگه که هو الذی خلق الارض فی یومین قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. بعد از اون الله میگه که آسمان ها را پیدا کرد. در 2 آیات میگه اول زمین پیدا شد با آسمان. در سورة نازعات تو معلوم میشه که اول آسمان با زمین. این از عبدالله بن عباس سوال کرد. دیگه می فرماید و کان الله غفور رحیم و کان الله عزیزا حکیم. یک جا میگه الله بخشاینده، در دیگه جا میگه غالب و صاحب حکمت است، در دیگه جا میگه و کان الله سمیعا بصیرا. الله بود سمیع و بصیر. فکانه کان ثم مضى، باز گویا که در اول بودگی است. باز عبدالله بن عباس برش جواب داد که فلا انساب بینهم، یعنی در نفخه اول که پف میشه هیچ کدام نسب ارتباط نمیماند. فصایق من فی السماوات، تمام کسایی که در آسمان و زمین است بیوش میشه الا ما ان شاء الله، مگر کسایی را که الله بخواد. نسب نمیماند یعنی ارتباط، و سوال هم نمیکنن. با در نفخه دوم کس اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، یعنی اوجا در اول که پف میشه قیامت برپا میشه، سوال نیست، ارتباط وجود نداره، نفع نمیرسه. در روز قیامت سوال میکنن، یعنی حالات مکانها فرق میکنه. عبدالله ابن عباس گفت او یک مکان است دیگه مکان، در یک حالت گپ میزنه در دیگه حالت نه. در یک جای الله سوال نمیکنه فیومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جن، از گناه سوال نمیشه. در دیگه جای الله میگه فلنسألن الذین ارسل الیهم، در یک حالت الله سوال نمیکنه در دیگه حالت سوالش میکنه. یا در این آیت که گفت ما کننا مشرکین ولا یکتمون الله حدیثا، هیچ معنا گفت فإن الله یغفر لأهل اخلاص ذنوبهم، الله گناهشان میبخشد. مخلصین مشرکین میاین و میگوین که ما شرک نکردیم. اول الله که کسایی که شرک نکرده اینا را میبخشد، میگه برین در جنت، بسیاری ها را میبخشد، بعدش جزا میده. باز اینا میگن که ما شرک نکردیم، که باش ما هم در جنت بریم. فختم الله علی افواههم، الله در دهانایشان مهر میزنه که زد. فتنطق جوارحهم، دستایشان گپ میزنه که شرک کردیم. دستایش میگه کردیم بله اینجا نرفتی اونجا نرفتی، وجود شاهدی میده. باعمالهم فعند ذلك عرف ان الله لا یکتم حدیثا، الله که هست پنهان نمیکنه هیچ خبر را. و عنده یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی پیش ازی و در اونجا آرمان میکنن کافرها کاش که مسلمان میبودن. اینا گفته کنین. در سورة فصلت میگه خلق الارض فی یومین ثم استوى، باز با آسمان بلند شد. و در سورة بقره میگه که اول زمین پیدا کرد بعد آسمان. در نازعات میگه اول زمین پیدا کرد. گفت تطبیقش چیست؟ عبدالله بن عباس گفت که مادی زمین امی خاکش و گل و سنگ گیاهش که است اول پیدا شد، باز آسمان. بعد از پیدایش اصل مادی زمین و آسمان دوباره الله باز سرزمین کار کرد، فرشش کرد، اموار کرد و آب پیدا کرد و زراعتش و حیوانات و نباتاتش ایشه بعدن کردگی است.
این حال تعارض وجود نداره. نفس مادهش اول پیدا شد، باز آسمان و دوباره با سر دیگه چیزهایی که سبب حیات است. اسباب حیات که اکسیژن است، آب است، این سرش بعداً کار کرده است. پس هیچ تعارض وجود نداره. مادهش در اول، باز آسمان، بعد دوباره سر زمین کار شده. این حال در اینجا که میگه والارض بعد ذلك دحاها، نگفته که خلقها. دحو هموار کردن و فرش کردن و اسباب زندگی را جور کردن میگه، خلق نگفته. بازو گفت که یعنی تعارض وجود نداره. قرآن میگه که و کان الله غفور رحیم، ایرام جواب داد فسما نفسه ذلك لم یزل ولا، همیشه اینطور بوده و می باشد. ویحک فلا یختلف علیک القرآن فإن کلم، گفت هلاک شوی، هیچ قرآن یکش با دیگهش تناقض نداره. فإن کل من عند الله، کلش از جانب الله. این حال الله میگه که تناقض زمانی نیست که عمیق فکر کنیم. افلا یتدبرون القرآن، آیا یا تعمق نمی کنند در قرآن؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر از جانب غیر الله می بود اختلاف پیدا میکرد، یعنی تناقض پیدا میکرد. یعنی تدبر که بکنید اختلاف نیست، تناقض وجود نداره. اما اگر تعمق نکنی، فکر سرسری بکنی، باز اونجا در ظاهر برای تناقض معلوم میشه. حالا یکم تا بر ما سوال میکنن. امی آیتی که در سورت فصلت است، الله میگه در 2 روز زمین پیدا کردیم، در 4 روز باز تکمیلش کردیم، در 2 روز دیگه آسمان. این که دور جدا حساب کنی، 4 جدا، دور جدا 8 میشه. اما اگر دور حساب کردی و این 4 که دوش از پیدایش زمینه، دوش از اسباب زندگی است، این هر دوش 4 است، با 2 آسمان 6 میشه. یک نفر از ما همیشه سوال کرده رئیس دمی تلفن که استاد جوابش دادم، یک دفعه اجمالی نفهمید، باز تفصیلی گفتم، حتی تفسیر رازی را، امام رازی را برش بیان کردم که اینطور میگه، اینطور میگه، اینا همین سوال کرده، اینطور در کلام عرب اینطوره. باز مرا میگه جواب تفصیلی بده که کافرا را قناعت بده. نمیجا یکم قار ما آورده که گپ سخت بگمش چی. خوب برش گفتم که اینی باز میگه تو دلم بود بگم که فی قلوب مرضون، در قلب تو مرض واری معلوم میشه. نه اگر میخوای هدف بفهمی، خواهی اینو برات گفتم، 2 بار گفتم. نه باچی ما جواب تفصیلی میخوایم. یکم تا میتور سوالا از شما خواهی گپا خبر ندید. شبکه‌های جهانی را که ببینید چند شبکه تناقضات بیان کردن میره. ها اینه میتون در قرآنی گپ است، که جای تو میگه، جای تو میگه، کافر هستن. با میگه کلام الله باشه، چرا تناقض است؟ این شما خبر نیستین ولی دیگه میفهمن. خب مسلمانایی که در کشورهای غربی اروپایی اونا زیاد این سوالا را کافرها مطرح میکنن. پس این بود فوایدش.